یک سوال داریم. هم در این سوال فایزو استفاده می‌برن، هم یعنی فایزو مثلا در فایزو به قسم جدا کردگان سوالی ناز است. بیاین یک خونیم. سیاح در 3 روز 60 کیلومتر راه رفت. روز یکم 40% تمامی راه و روز دوم 50% راهی باقی مانده را طی کرد. او روز سوم چند کیلومتر راه را پیمود، یعنی طی کرد. چه کار می‌کنیم؟ همگی 60 کیلومتر است. روز یکم و 3 قسم جدا کنیم اگر موینه. یکم روز بوده، یکم روز، دوم روز و از ما چی میپرسد؟ سیم روز رو یابید نگه. سیم روزه چند کیلومتر میرود؟ ما میدانیم عموم 60 کیلومتر است. یک روز یکم 40% اون رو میرود. چه کار میکنیم؟ یعنی روی آسانی یافتن فایز این یعنی 40% ضرب 60 میکنیم، یعنی 40 تقسیم 100 ضرب 60 یا اینکه 0.4 ضرب 60. کدامش به شما آسان تر باشه اون استفاده بریم. این البته که ضرب آسان است. 4 به 60 زمین 240 است. این 0.4 نشد 24 میشود، یعنی 24 کیلومتر رو در روز یکم میرود. همگی 60 بود و چند باقی میماند؟ چیکار میکنیم؟ 60 مینوس 24 36 کیلومتر باقی میماند. روز دوم 50% باقی مانده رو میرود. 50% باقی مانده یعنی ضرب 36. باز این نوچه شما میتونید ضرب کرده میتونید با 50 تقسیم کنید یا 0.5 ضرب 36 0.5 رو خیلیشون یا اینکه 0.5 رو نیا کنید همچون یک تقسیم دویم استفاده کرده میتونید ضرب 36. این البته که ضرب آسان‌تر است. چی میشود این؟ 18، یعنی 18 کیلومتر میرود. یعنی به روز سوم چند کیلومتر البته که باقی میماند؟ 24 رفت 18 این نیمش رو نیمش میماند 18 کیلومتر برای روز سوم باقی ماند، یعنی این رو طی کرد در روز سوم.